یه گل آبرنگی بسیار زیبا رو بهتون آموزش میدم که با تک رنگ کار میشه و برای تابلوهای مدرن و مینیمال مناسبه. بعد از شاسی کشی با چسب کاغذی طرح اولیه رو میکشیم و با پاکن خمیری یکم کم رنگش میکنیم. قلموی سایز متوسط رو بر میداریم و رنگمون رو که قبلا روش آب اسپری کردیم به صورت خشک در خشک روی کار میذاریم. حالا با آب تمیز گلبرگ ها رو خیس میکنیم و سعی میکنیم سر قلمو به صورت خیلی آروم و ملایم داخل رنگ اولیه‌مون بره و اینطوری داخل آب پخش بشه. با یه قلموی دیگه یه مقدار رنگ رو بیشتر هدایتش میکنم. گلبرگ بعدی رو هم به همین شکل با آب تمیز قسمت گلبرگ رو خیس میکنیم و یه مقدار با تاچ ملایم قلمو رنگ رو از قسمت‌های تیره به قسمت‌های خیس میکشونیم. این طرح رو میتونید در سایز بزرگ هم بکشید و باهاش یه تابلو بی‌نظیر و زیبا بسازید. به جهت حرکت قلمو دقت کنید که از قسمت‌های پررنگ به کم رنگ به صورت ظریف و ملایم رنگ رو هدایت میکنه داخل آب. تا هنوز گلبرگ ها خیسه، لبه های کار رو با رنگ غلیظ و خشک به این صورت تاچ میزنیم و اجازه میدیم که رنگ در قسمت های خیسی کاملا پخش بشه. گل بعدی هم به همین شکله، فقط اون قسمت کاسبرگ وسطش شکل متفاوتی داره، تقریبا شبیه مثلثه. میبینید که تک تک گلبرگ ها رو خیس میکنیم و رنگ رو با قلمو هدایت میکنیم به داخل قسمت خیسی. قلمو رو به صورت عمودی نگه میدارم روی مقوا و سعی میکنم به صورت خشک در خشک این خطوط رو به عنوان ساقه گل بکشم. میتونیم تا گلبرگ ها خیس هستن یه سری خطوط رو هم بهشون اضافه بکنیم تا زیباتر بشه. قسمت غنچه رو کاملا با آب تمیز خیس کردم، رنگ غلیظ رو برداشتم، با قلموی خشک به این شکل غنچه رو شکل دادم و برای زیباتر شدن کارم از تکنیک اسپلش یا پاشش رنگ استفاده کردم.